بریم با هم ببینیم که داخل اتاق وانت رو کلا چرم کرم کار کرد. دیده بودین که داخل اتاق وانت کلا ترکیده بود و یک چیز درست نبود تو این اتاق. گفتم برم داخلش رو چرم کرم بزنم که هم شیک بشه هم خوشگل. داخلش به این وضعیت داغون بود که اصلا نمیشد توش نفس کشید. برای داخلش چند تا ایده داشتم. گفتم اول از همه کفش چرم کرم رنگ باشه که داخلش با وانتای فابریک هم فرق کنه، هم برای تمیزکاری چرم خیلی راحت تره. و برای تکیه‌گاه هم گفتم اول یک لایه اپ بیاد و اونم روش چرم کرم رنگ کشیده بشه. این صندلی مبلی هم که از قبل خریده بودم، رنگش قهوه‌ای بود. اینم گفتم همون چرم کرم رنگ بکشن روش که ست بشه با ماشین. برای سقف ماشینم نمد فابریکی وانت رو گرفتم و روی اون نمد همون چرم کرم رنگو کار کردیم. حدود 2 روز زمان برد تا این صندلی و سقفش آماده بشه و یک روزم صبح وانت رو آوردم برای کارهای چرمش و حالا دیگه وقتشه که در رو براتون باز کنم تا برین داخل ماشین و کل ماشین رو ببینید که چقدر خوشگل شده. برای تمیزی بیشتر کار شیشه عقب وانت در اومد که اون تیکای چرمش تا اون لبش بیاد، بعد شیشه روی اون لبه ها سوار شه. اون درز بین تکیه‌گاه و کفی با یک بالشتر قرار پر بشه و هزینه کل این چرم‌دوزی شد 6 تومن. برای کف ماشینم کفوش کاسوم سفارش دادم که اونم یک هفته دیگه میرسه و میذارم رو وانت رو تا اینجای کار داشته باشیم تا با هم وانت رو کامل جمع کنیم و ادامه ویدیوهای این وانت داخل پیجمه.